السلام علیکم، جوړ په خیر. تاسو ټولو هیوادوالو ته امید ساتم چې ښه به وئ. څنګه چې تاسو ګورئ راغلی یم پېښور ته، خیبر بازار. دلته زیاتر افغانان د قالین کاروبار کوي. نو ومې غوښتله چې یو ښکلی ګزارش تهیه کړمه، جوړ کړمه او تاسو ته یې وړاندې کړمه. نو راغلم دلته چې وګورم زموږ افغانان څه کاروبار کوي، لکه د قالین کاروبار کوي چې دا چېرته نه وارد کېږي، چېرته نه راځي او څه کوي. نو تاسو موږ سره پاتې شئ او چېرته به ځئ. ښه ګرانو کتونکو، عمر دومره تیز دی او دومره زیاد گرمی دی که نه چې سم زیاد قدر گرمی زیاد است که هیچ پرسان نکنید دوستای عزیز. بیخی دیگه جهنم جور شده. ما چیم که این پاکستان امرای جهنم نزدیک است، امرای دوزخ نزدیک است نمیفهم. اینجا برادر ما استاد است، کاروبار قالین میکنه. ببینیم که چی گفتنی داره به هموطنای خود. کامرامن صاحب رضایت است. السلام علیکم. علیکم السلام. خوارگل خوش آمدین به جایتان دکانتان. زنده باشین، سلامت باشین، خوش آمدین، صفا آوردین. زنده باشی. به خدای نمی افغانا را باید ما و شما قبول خداریم، باید تمام دنیا قبول کنه. به خاطر چی؟ هوای گرم که چند دقیقه چبری تا بکشیم دوباره پوشیدن نمیتونی. مگم ششتن چای میخورن. ببین چای سبز مانده همون تمرای گر و چاکلیت همون است. بله، رسم و رواج ما و شما افغان است که چای سبز بعد از رضا ما و شما نوش جان میکنیم. هوا گرم نیست؟ این گرمی هم چای نوش جان میکنیم؟ گرم است، والا چیکار کنیم دیگه، چون امی گرمی را میگیره. یک متل ما و شما داره میگه گرمی را میگیره. از کدام ولایت افغانستان هستی؟ ولایت بغلان هستم. بغلان تقریبا 35 سال میشه که در پاکستان زندگی میکنم اونجا. پشتو یاد گرفتی یا نه؟ بله. چند فیصد؟ تقریبا 60% یاد گرفتیم. ماشاءالله. افغانا خیلی خوب است، نه هر زبان یاد میگیره، در جیباش هم زبان یاد میگیره. بله افغانای ما و شما نام خدا استعداد زیاد دارن. به هر کسب، خصوصا به زبان، به حساب دکتری بگوین، به هر کسب و کمال افغانای ما و شما استعداد زیاد دارن. بدبختانه ای است که ملک ما و شما آرام نبوده. ما از دیگه کشورها کده یک ذره یک پس مانیم، ولی استعداد ما زیاد است. الحمدلله در هر جایی که باشیم از امون کف دست اولی خود ما و شما رزق روزی خود پیدا میکنیم ان شاء الله. بزرگ یک چند وقت پیش دولت پاکستان میخواستن افغانا را از پاکستان بیرون کنه. آیا به شما هم کدام مشکل پیش ده بود یا نه؟ والا مشکل به حساب کاروبار، به حساب ذهنیت ما، به حساب اعصاب ما 100% بسیار زیاد مشکل بر ما پیدا کرد. تا بال هم ما در مشکل هستیم، تا بال هم ما آرام نیستیم، نمیفهمیم که ما چه رقم معامله کنیم. چون معامله ما زیادتر این قالینا را ما از افغانستان میاریم اینجا فعلا کمپا زیادتر بود. سالهای پیش کمپا ماجرین ما رفت. اگر نباشه ما سابق اینجا قالینا را بافت میکردیم، جور میشدیم، پروسس میشد. حال فعلا از افغانستان بر ما میایه. این حال ما نمیفهمیم که از اونجا مال بخریم 100 لک 200 لک یا 300 لک روپیه مال بخریم، اینجا بیاریم، اینجا سبا حکومت پاکستان ما را بگه که حالا بیرو شاین بریم. ما اینقدر مال کجا ببریم قط خود؟ یک حساب. و اینجا فروش ما هم که هست، ما فروش ما به قرض است. این حال ما به یک دل گفته پاکستانی اگر ډاډه زړه باندې مونږ سودا هم نشو کولای، یریږو چې دا قرض باندې دا مالونه خرڅ کو، بیا سبا حکومت مونږ ته وایي چې لاړ شي، مونږ به لاړ شو، دا پیسې به د دې ځای بینک د سیستم په حساب به مونږ ته راځي، بیا چې مونږ دلته نه یو بیا په پیسې به څنګه مونږ ته راشي. بالکل همداسې ده. نو تاسو ماته وایئ چې دا قالین دا څیزونه د افغانستان نه راځي که نه، او دغه د لاس کار ده که نه په ماشین باندې جوړیږي؟ دا د لاس کار دی، زمونږ سره ماشیني یو دانه هم نشته. دا تاسو کتلی شئ، دا د لاس کار دی، ټول وړي دي. دا وګوره. ښه تاسو یې لږ دلته خور کړئ چې موږ هم وګورو او دوستان هم وګوري. دا ټول د لاس کار دی او دا یو دانه مونږ سره داسې شی نشته. دا ټول له وړۍ نه جوړېږي. د دې رنګونه چې دی ډېر طبیعي رنګونه دي. بالکل صبر چې زه مې وړاندې کړم دوی ته. د دې رنګونه چې دي دا د ځنګلونه دا بوټي دي، لرګي درختونه دي که نه، د هغې د ریښې نه د دې رنګ جوړېږي. او د دې د ګډ د وړۍ نه بیا دا ګډ ویښته چې دی دا بدن ویښته هغه تاویږي، د لاس سره تار جوړېږي، هغې نه ډاګه، بیا د هغې نه دا بیا رنګ جوړېږي. هر تار ځان له یو رنګ جوړېږي. بیا هغې نه دا کاریګر دا جوړوي. تقریبا یو قالین دا اوس 3 میټره دی
او دا جوړیږي تقریبا شپږ میاشتې و میاشتې کې دا یو قالین. ها یعنی دومره غټ نه دی خو بیا هم دومره وخت پکې نیسی کنه. میگه ارزان بلد نیست قیمت به حکمت نیست. همونطور است. حکمت میگه حکمت یادم میره اگان اوس ماشین بله قالینای ماشینی که هست ارزان است ولی اونا که هست گازی هستن. با کف پای بسیار نقص داره. کسایی که روماتیسم داره عرق النساء داره اونا یک مثل یک برق واره که آدم از شوا نمیته او تو شوا میته. اینا چیزایی است که در زمستان در زمستان که شما استفاده میکنین از پایدردی از کمردردی از تمام تکلیفای آدم نجات میده راحت داره. خودتون در خانه از کدام کش استفاده میکنین؟ ما از این قالینای افغانی استفاده میکنیم. حتما دیگه کلی خانه رو قالین پوش کردین. نه او تو خام نیست مقصد همون چیزی که ضرورت خانه است همون جایا هست. والا باز یک مطل من زیاد مطل یادم میاد میگه کلال کس در تیکر شکسته و میخوره متره. بله همون تو هم هست ولی حالا فعلا حال زیر پای ما نسای کنیم چی آواز. سعی دوستای عزیز ببینید زیر یک موقعیت است نه مگه همون مطل ما صحیح برآمد. این طرف دوستای عزیز که میبینید بسیار زیاد قالین یا مانده دیگه درباره از این معلومات میگیریم بیاینم رو. جای نماز هست. جای نماز واو خب اینا جای نماز هست به خاطر نماز. اینیا باز چیزایی هست که بغلای دیوال نصب میشه به حساب جالر میگه اینا را دیگه پای دیوال که استاد باشه در او چیز میشه. همین افغان ها واقعا زیاد سلیقه دارن به خاطر دیوالشون همین قالین جور کرده. سعی کنین دوستای عزیز ببینین اینا باز اینا تابلو است. کسایی در پشت تیبل خود میزنه پشت میز پشت دفتر نیست اون تو جایا اینا را زیادتر خارجی از پیش ما میخره چون عکس داره. خب خودتون پیشتر گفتین که کار بار میکنیم مثلا آنلاین کار میکنیم همونطور است نه؟ اینا با کجا روان میکنین در کدام کشورها روان میکنین؟ اینا سابق که بود اینجا خارجی ها می آمدک در وقت حکومت جنرال پرویز مشرف. بعد از او توریست ها یک ذره کم شد در پشاور. اگر افغانی های ما بود اگر خارجی ها بود افغانی های ما هم که در خارج بود اونا هم کم شد. فعلا خب بسیار از این جنگ های اوکراین و فلسطین و این تکلیف کرونا که پیش شد از این به بعد سر تمام کاروبار بسیار زیاد اثرات زیاد غلطیده ولی به کاروبار ما بسیار زیاد اثر غلطیده. فعلا اینجا توریستان نمیه کسی نیست و چیز اقتصاد پاکستان هم یک ذره کمزور شد اگرچه پاکستانی ها هم زیادتر برادرای ما از ما قالین میخریدن مردمانشان ولی حال فعلا تقریبا 99% فروش ما اینجا که خریدار در دکان بیا کم شده دیگه. اینا ما از طریق های سایت های ای بی و امازون و ایتسی از این میا آنلاین در ما یک تخته دو تخته سه تخته در خارج سودا میشه که از طریق کمپانی دیچل باز ما برشان روان میکنیم. باز زمینه قالین شما چقدر میفروشین و خودتان چقدر عاید میکنین در یک قالین؟ والا هر قالین از خود یک قیمت داره فهمیدین. یک جای نماز تقریبا قیمت داره 15000 16000 دیگه این یک رقم کلش یک چیز نیست چون افغانستان 34 ولایت است. در 34 ولایت از تقریبا 34 رقم قالین هم که بگویم از او که زیادتر جور میشه. اینال هر قالین از خود یک کیفیت و کوالیتی داره هر کدامش از خود قیمت داره. 9 متر از یک قیمت است 6 متر از دیگه قیمت است یک جای نماز یا یک پای پاک یک تابلوش هر کدام از خود قیمت داره. اینی تو حساب اما قیمت ترین قالین قیمتش چقدر است که تو قیمتش بالاتر باشه دیگه؟ قالینی است که قیمتش $5000 است. $5000 یک قالین. کمال ابریشم است. کمال ابریشمی تقریبا 15 سال پیش جور شده که فعلا از این شاید در تمام جهان جوره از این وجود هم نداشته باشه. اولین قالینی است که پیش ما این چیز است. امام نظر بیاد رفیق دیگه میره 12 متر سایزش است 4 متر درازیش است 3 متر برش است مکمل از ابریشم ساخته شده. قسم بسیار نرم و ملایم است همونطور است؟ بله بسیار زیاد. خب دوستای عزیز قسمی که شما میبینین قالینی است که قیمتش چقدر گفتین؟ $5000 $5000 قیمتش است و از ابریشم جور شده که واقعا بسیار وقتی که تو دست میزنی یا پایت سرش میمانی بسیار نرم است و هم تو خوشایند است زیاد نه؟ بله سکنین یعنی بافت ازی است کوالیتیش بسیار نازک است. این تقریبا در مدت 8 سال قالین جور شده
مدت 8 سال وقت گرفته که قالین جور شده. 2 نفر کارگر از این حال خدا بیامرزه که وجودم نداره. این قالین در کشمیر ما بین پاکستان و افغانستان در این سمت جور شده. این قالین مکمل ابریشم است، ریشه از هم ابریشم است. یک نخم یک تار هم در داخل از این پشم موجود نداره یا یک تار دیگه. تمام مکمل 100% ابریشم است. گپ یگان تا دیگه این عمری است، هیچ وقت خراب نمیشه، به نواسه و به کنواسه باز میمانه. همونطور است؟ همونطور است. بله بله. دوستایی که پیسه دار هستن و پیسه زیاد دارن پس بیاین دیگه از این قالین خریداری کنین که دیگه به نواسه و کنواسه و دیگه چی میگن؟ نواسه و کنواسه که دیگه هم از نمیگم. افغانستان است که قالینای دسباف که است، بعضی قالینای است که اینا هر چقدر استفاده میشه همه قدر قیمت زیاد میشه، انتیک شده میره. بازیره بگوین که این استعمال است یا نه نو است جدید؟ استعمال نشده. این تقریبا 5 سال میشه که پیش خودم است. بیشتر از این هم این کشمیر بوده، جایی بوده که چون قیمت از این زیاد است این کسی نتونسته که بخره استفاده کنه. یعنی پیش خودم هم 5 سال میشه که قالین پیش ما غلطیده اینجا پیش ما است. دوست عزیز یک چیزی که ما از پیدا نشده که واسش برسه ایره بخره. خب دیگه تانوز اوت یک پیسه دار یا خریدار پیدا نشده که قالین 5000 دلاری را بخره. دوست عزیز شما بیاین ببینین. خب یک چیزی که من متوجه شدم بسیار چیزای نمی رسامیش بسیار جالب است. دوست عزیز ببینین این شکارگاه گفته برادر ما و شیر، آهو، همین تمام جنگلات دایی است. یعنی نقشهش از بسیار دیزاین خوب انتیک جور شده. نمیفهم که در کدام در فکرش چطور آمده که قسم یک دیزاین شیر، آهو، فیل کل چیز در اینجا است. خب قدر واضح فهمیده نمیشه. وقتی که از دقت کنه گوز سعی کن دوستان عزیز این گوز است. خب یعنی کل چیز دیگه مرغابی همی هر حیوانات که بگوید این قالین ذکر است جور کرده و رسامیش کرده. هیچ یک برادر دیگه ما هم استاد است یا هم قالین فروشی دارن کتزی هم گپ میزنم. سلام وقت بخیر. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ چی حال داری؟ صحتت خوب است؟ شکر خدا. شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ من میخواستم که بالا دکان خودتانم برم. خب دیدم هوا خیلی گرم است. خب مطمئن هستم که در دکان خودتان همین رقم قالین است و هم یک چیز است. همونطور است؟ بله همونطور است. کار بار خودتان چطور است؟ شکر خدا. ما مردم در اینجا اینو تیاری از زیر میکنم. چرا قالین فروشی نمیکنم؟ من بالا در دست ما قالین کدام کجی داره یا رفو داره یا رنگ داره همین چیزا رو من مردم بالا تیاری میکنم. با تیاری میکنم میارم با پیش دکاندارا باز در اینا آنلاین یا همه تو اینا خودش خوجاین داره بودم اونجا میپرشه. یعنی خودتون اونجا میبافین قالینه؟ نه نمیبافم. میاد از بافته خود از افغانستان میاد قالین. خو از کدام ولایت افغانستان وارد میشه؟ از کابل وارد میشه، از مزار شریف، از اورسالی فاریاب یا اورسالی جوزجان، اورسالی از ایران، در هر جای افغانستان در اینجا میاد قالینا. با چرا در اینجا با در اینجا ششته میشه، در اینجا با تیاری میشه، رنگ داره، اینا کجی داره، هر کار داره. با در اینجا مکمل کار از در اینجا تکمیل میشه. با در اینجا وقت فروش این قالین تیار میشه. بله بسیار خوب. اینو بگین که ماهانه چقدر درآمد دارین، چقدر پیسه جمع میکنین که نمیش کنین؟ والا این پیشتر این بیادر رقم گفتن فی الحال خو نه پایده است. اما خرج خودم بزور پورا میشه یا نمیشه میتونه روان است. در روزا خب بسیار مشکل است. یعنی میگه که پیسه قدر نیست که امرای ما میم نکنین. همونطوره؟ بله اینو میگه. بله یا سعی کو دوستای عزیز یک برادره که ماششته مثل ما اینک میپوشه. خیر ما خود اینک نمیپوشم میام دیگه اینک پوشیده اصلا که زیاد کار کرده چشمکایش هم دیگه ضعیف شده. کارت بک ببینم تو چی میکنی. سلام جور بخیر. و علیکم سلام. جور بخیر. خوب هستی؟ شکر الحمدلله. چی حال داری؟ الحمدلله. شما نامکت؟ سلیمان جان چرا تو عاجز آرام هستی؟ ما کار منی رقم است. کارت نامو تو عاجز کرده؟ بله. خب مکتب میری؟ مکتب ما خلاص کردیم. صنف در خلاص کرده در پاکستان. چطور بعد از این میخوای دیگه تعلیم ادامه بدی آخه؟ فی الحال خب مشکل است چون که اینجا ماجرا رو هم کشیدن است دیگه. تا که اگر ما داخلام بکنیم با سر ما یک پیره باز نیم کل درس ما میمونه. او اگر اینجا درس رو معلوم شود بعد از این اگر قربان اگر تیر شود بعد معلوم شود بعد باز ما ان شاء الله شروع میکنیم. ان شاء الله. تصمیم داری که افغانستان بری به وطن خودت می خدمت می کارو کنی آخه؟ بله چرا نه. زمینه مساعد شود، خانه مانه هر چیز کار ما برابر شود میشه. چرا نیست.
حالا یک کمک تو همین کارت انجام بده ببینم که چه قسم میکنی. ابروچینک پشتش گرفتی چه تو؟ ابروچینک گرفتی پشتش؟ تارای از رو میکشیم ما. تاره از یار میکشی هم یک دوسته عزیز باش که خب اولی را قیچی میکنی جور که کردی نشان بده. یا انتیک است، خلنای یا کونه است، استعمال شدگی است، یا که باز پاس میاد یا تیاریش ما میکنیم، جور میکنیم. دیگه کار ما دیگه صرف است اینمی است که قیتان است. ما قالین فروش ها بعد یا قیتان میگن. اول از این ریشه های را میکشیم، بعد از باز مثل از این وار اینمی رقم یا را گیره میزنیم تا که اینجا از این طرف دیگه بعد از باز کسی استعمال میکنه این تارای از این طرف نکشه یا جارو میزنه یا امرای پای خود استعمال میکنه تارای از یا نره پس به جای نشن. بسیار خوب. یک قالین یعنی چند فامیل میتونه استفاده کنه که مثلا نه یکی میخره دیگه میفروشه دیگه میخره دیگه باز میفروشه. یک قالین چقدر وقت دوام میکنه؟ 60 سال 70 سال دیگه. حالا سال 70 سال یعنی قدر زیاد؟ نظر به استفاده، نظر به بافتش، نظر به بافکرش، یعنی نال به پشمش هست. نال این رقم قالنا هست که 60 سال 70 سال استعمال شده. بعد از او هم ما اینجا طرف ما اینجا تیار میکنیم، پس او سودا میشه، پس استعمال میشه، قیمت میشه به حساب انتیک میشه. نال این رقم قالنا هست که وا باز امرای ماشینی جور میشه، وا که از 1 سال 2 سال وقت داره. وا که امرای پای خود امرای او را جور میکنی بعد کل میشه، از حساب استعمال کردن باز اون میمونه. خیر یعنی قالنا هم کل میشه؟ بله. آلیاگان تا کل نشنه که بیا و جان مودو. خوب حق ما را بته دوستای عزیز نی یگان تا کل می باشه باز دیگه باره که بزنی دیگه میگه به ما توهین کنه خدا نخواسته باشه که ما باش ما توهین کنیم دیگه چی میگه یگان تا صدقه مو سرکای کل تان شود دوستای عزیز. خب به ما باشین جای نروین میخوایم قالنا رو براتون یک کمک نشان بدم در تصویر به ما باشین. خب دوستای گل نازنینم قسمی که شما دیدین و یک تابلوس تابلو که غلط نگم نامش مثلا از بسیار سابق مانده از 2000 چقدر گفتین؟ این داخل از یک داستان است در افغانستان که روس بالای افغانستان حمله کرده و این در 2010 قالین نقشه جور شده و جور شده این قالین. ولی این هم چیزایی را داستان را نشان میده وارک جنگ که روس بالای افغانستان حمله کرده بود در خاک افغانستان تصرف کرده بود به همراه امی تانگا و امی کلاشینکوف و امی تیارای چرخی و امی چیزا. خب برادر ما صحبت میکنه صحبتش بشنوین بازی را ما اسپیشال براتون یک تصویر میگیرم باز ببینین. حال فعلا برادر ما گپ میزنه از خاطر گپ هم میزنه معرفی هم میکنه باز نمیشه چون مایک کمک اگه دور باشه با صدا صحیح نمیگیره از این به مو خاطر امی داستان و امی جنگی که در افغانستان دیده شد بسیار یک کوتاه ترین یک داستانشه تصویر کشی کرده در قالین که نمی تو روسا حمله کرده بودن در افغانستان توسط امی تانگا و امی تیاره و راکت و توپ و بمای دستی بالای افغانستان چند سال بودن حمله کردن و پس شکست خوردن رفتن. اونمو چیزایی که اینا حمله کرده بودن به همراه امو اسلحات امونا را دمی قالین کشیدن و نقشه افغانستان از بیرقش است بیرق افغانستان است و مو تیارایی که است مو تانگایی که است ببینید تمام چیز اینجا و این قسمت هم کشور همسایه که فعلا ما هستیم پاکستان و کل چیز توپ تیاره تانگ کل چیز در این میگه که مهارت که قسمت افغانستان نوشته است طرفشم پاکستان است و نقشه افغانستان که سه رنگ بیرق پرچم ما هست و بیاین دیگه از این چیزا خریداری کنین فرصت از دست ندین. و قسمی که میبینم وقت برنامه هم در اینجا به پایان میرسه. تشکر میکنم از برادر عزیز هموطن بسیار خوب. زنده باشین خوار صفا آوردین خوش آمدین ما به خدمتتان هستیم هر وقت شما میایین کلبه غریبانه ما به خدمت شما است. زنده باشی سلامت باشی میگنان پیاس پیشانی باز. زنده باشین. خب پیامی داری به هموطنایت به دوستایت؟ پیام به تمام افغانای ما هر جایی که هست آرام باشن آباد باشن خداوند به ملک ما یک آرامی را بیاره یک صلح را بیاره که بریم زیر بیرق خود به همراه تمام اقوام خود یک جای زندگی کنیم. این پیام از هر جایی که باشن جور و صحتمند باشن. تشکر زنده باشی به همراه خودتان. هموطن عزیز دوستان و داودن ورځې برنامه چې می تاسو ته وړاندې کړله تر بل برنامه پورې هر چیرته چې استخات خوشاله او کامیاب اوسئ.